این مرد 4 دفعه اویلادور شده است و میگوید هر بار در خانه‌داری ناکام گشته است. در هر بدبختیش زنان سابقش را گناهکار می‌داند. 2003 یکم نوامبر اویله اولی ما 3 فرزند دارم. در این خانه خچالو زد بود کسلی وسواس قتی. بعد اومد زنی دیگه گرفتم. این 4م زنه. گلنیسا همسری 4م حبیب الله بود. 2 سال پیش با 4 فرزند او هم از این مرد جدا شد. میگوید در برابر فرزندان خود 3 فرزند شوهر از زن سابقش را هم بزرگ کرده است و تمام این سالها زیر شکنجه و خشونت شوهر قرار داشت. اومد که ما را پرسید که سر زمین نرفتین، لباسای شتگی ما را دید در سر تور. گفتم که نه نرفته. تو سنی ما گرم میگردونی نمیمونی، لباسا رو من در درون لای پرتم. گفتم خیموی سرم داشت در روی سمنت مثل یک من وحشیانه زد مدر سر رو مکند خونشار کرد. با رسما جدا شدن از شوهر هم به گفته گلنیسا او از اذیت و خشونت سابق شوهرش خلاص نشد. دادگاه او را در خانه سابق شوهر مسکون کرد و با این مشکلش باز هم پیچیده تر شد. چقدر عذاب داد. آب استفاده برای خانه را محکم کرد. نمیمونه که فرزنداش ایوه استعمال کنه. من میرم خانه همسایه ها آب میارم. دشنو میتیا همسایه ها را که شما همیره مثال آب میتین وای میتین لگندای لباسشویی من محکم کرد. دروغ ایامش. مرحمه الله تو کو ببینه که چه خیلی مرا بچه حال کردگی. دروغ میگه. این خودش درخت وقت یکم بار نیست. این زن و شوهر بارها از بالای همدیگر به پلیس شکایت بردند. شوهر سابق این زن با نشان دادن یک سند گفت برای مادر 4 فرزندش از مرکز شهری وحدت خانه خرید. موافقی مرکز رئیس سود مرا گفت که خانه بگیشه مرحمت حجتاش اینا ما پیشنهاد میکنم شما دا ما خانه های نوبنیاد خانهش گرفتم گفتم یک بچه دارم به نام همین بچه میکنم رئیس سود گفت که به نام خودش کو با ادوکات قطعی بردم به نام خودش کردم قبول نکرد. حالا بحث این اویلا در دادگاه ادامه دارد و همسری سابق طلب دارد که مال و ملک برابر و با عدالت تقسیم شود. گلنیسا میگوید که شوهرش 3 حولی دارد که یکی باید پوره به او داده شود. خانه‌ای که ما زندگی کردیم مالکیت مشترکی زن شوهریمون است. در سال 2008 2009 ما می خانه را از سر نو ساختیم بنیاد کردیم و سود شهر وحدت پیشنهاد کردم. عریضه ما در مرحله سود شهر وحدت قرار دارد. در 10 ماه سال روان بر ریاست حفظ ترتیبات جمعیتی وزارت کارهای داخلی بیش از 3000 عرض و شکایت وارد شده است که به فرق از سال گذشته 400 حالت بیشتر بوده است. در نشست در دوشنبه در دایره معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولین از افزایش موارد خشونت و زورآوری زنان در اویله ها خبر دادند. 1432 نفر همچون حقوق ویران کردن نسبتشون پرونده ماموری آغاز کرده شده به سود روان کرده شد که سال گذشته 1231 نفر بود یعنی 201 عدد پروتکل حقوقی معلومگیری زیاد ترتیب داده شده است. مسئله خشونت در اویلا برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میماند. یک پرسش گروه تحلیل و مشورت و سازمان‌های دولتی و بین المللی معلوم کرده است که بیش از 70% مردان و زنان در تاجیکستان باور دارند که زن باید به خاطر حفظ اویلا خشونت را تحمل کند. مراجعت کردن در کار به جاهای درکاری گفتم و فهماندهی کردن در کار که تو همین معیوب شدنشون طاقت کردنشون در کار نه که مثلا همین خیلی بوده است نه چه به طاقت کردن در کار بوده است گفته شدنشون در کار نه. یک پژوهش سازمان‌های غیر دولتی معین کرده است که در اویله‌های کم بضاعت زنان 2 مرتبه بیشتر از اویله‌های دارا به زورآوری و خشونت گرفتار می‌شوند. تحلیلگران بر این باورند که در 80% حالت‌ها کودکانی که پدرانشان از زورآوری استفاده می‌کنند در آینده همین عمل را در اویله و نسبت به همسر خود تکرار خواهند کرد.